هر روز صبح 3 بار این جمله رو تکرار کن: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. راضی شدم که الله رب برگزیده من باشه. این اعتراف هر روز صبح که بلند میشی: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا. آیین و دستورالعمل و برنامه زندگی من اسلامه. چیزی که من و خانواده منو تربیت میکنه، پرورش میده، تزکیه میکنه، تقویت میکنه، هدایت میکنه اسلامه. من هیچ آیینی رو نمیپذیرم و بهش راضی نمیشم. و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. و ارشاد هیچ معلمی غیر از محمد صلی الله علیه و سلم نمیپذیرم. اون مربیه، اون معلمه. علما و مفسرین میگن اگر در روز قیامت دیدی که چند نفر نابینا و کور محشور شدن، اونجا کوری غیر از این کور و نابینا دیگه نیست. همه نابینایان در دنیا اونجا بینا میشن، به جز یک نفر کور میشه. اونی که از ذکر خدا و ایمان و عقیده و دین و قرآن و توحید بهره‌مند شده، بعد کفران کرده، ارتداد. من یرتد منکم عن دینه. هم زندگی رو در دنیا برش تنگ میکنیم و هم تلخ، و هم در آخرت اونو نابینا محشور میکنیم. علما میگن اگر اون روز یک نابینا دیدید، نتیجه اینه که در دنیا از نعمتها بهره‌مند بوده، نعمتها رو پایمال کرده، خداوند غیرتش به جوش آمده، اجازه نداده که این دنیا با اون همه نعمتهاش به کامش باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده در آخر زمان فتنه هایی بر امت من سرازیر میشه که هر فتنه‌ای بزرگتر از فتنه قبلی است، مثل قطعه تاریک شب. که قطع اللیل المظلم. پس ایمان وجود داره و ایمان میتونه نقش آفرینی بکنه در مقابل این فتنه ها. فتنه تا زیر پتوی دختر و پسرمان رفته. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در آخر زمان فتنه ها سرازیر امت من میشه. الان فتنه ها قاره پیما هستن، الان فتنه ها مدرنن، الان فتنه ها سریع هستن، الان فتنه ها و فتنه انگیزها حرفه‌ای هستن. همه ابزارها را برای ایجاد فتنه به کار میگیرن. حالا تصور بکنید 50 سال پیش در یک روستا چه فتنه‌ای بود. حتی دخترها و پسرها بزرگ بودن، با هم بازی میکردن، ولی این حرفا نبود. ولی امروز همه میدونید چقدر فتنه های بزرگ مثل کوه داره میاد، پرتلاطمه، اجازه نمیگیره وارد خونت میشه. اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در آخر زمان یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. صبح مؤمنه تو نماز صبح، تو نماز مغرب چه کافره، به نماز مغرب نمیرسه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یبیع دینه و عرضه بعرض من الدنیا. دینش و ایمانش و شرفش رو میفروشه در مقابل پشیزی از دنیا.